ایده یلدایی جدید آوردم براتون. بریم که این کیک یلدایی خوشگل رو تو تابه درست کنیم. اول تخم مرغ و شکر و وانیل رو با همزن برقی 5 دقیقه میزنیم. بعد بهش روغن مایه و شیر اضافه میکنیم. در آخر هم مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم و هم میزنیم. کیک رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. به یه قسمت رنگ قرمز و یه قسمت رنگ سبز اضافه میکنیم. تابتون رو چرب و آرد پاشی کنید. همزمان 2 مایه کیک رو داخلش بریزید. بعد روی شعله پخش کن قرار بدید. 40 دقیقه طول میکشه تا بپزه. بعدش هم کنارهای کیک رو ببرید، وسطش هم برش بدید. بین کیک من خامه فرم گرفته قنادی گذاشتم و لایه قرمزم روش قرار دادم و برش دادم. بافت کیک فوق العاده نرم و پنبه‌ایه. آخرم با شکلات اشکی تزیینش کردم تا شبیه کیک هندونه بشه. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. نوش جان.